بازم چطوری؟ سلام. خوبی؟ قربانت. خسته نباشی. فردات بشم. تو خوبی؟ زنده باشی. اوضاع خوبه؟ اومدم پیشتم ببینم کتاب جدید تو حوزه فشن چی آوردی، از اینجایی که همیشه کتابای جدید از خودت میپرسم که چی اومده و این کم یه ذره با هم گفتگو کنیم در مورد منابع فشن، حالا کتابایی که در واقع توی این حوزه کار میشه. الان دیگه فکر میکنم بر کسی پوشیده نیست که یکی از محبوب ترین و یکی قوی ترین کسایی که داره تو حوزه فروش کتاب فشن کار میکنه خودتی، که بیشتر با اسم فشن بوکس ایران میشناسنت، اما الان اسم فروشگاه هوکه و حالا امیدوارم که یه روزی در واقع بتونی برند هوک رو بزرگتر بکنی. یه سوالی که خیلی دوست داشتم ازت بپرسم این بود که اصلا چی شد حوزه کتاب و در ادامه حوزه فشن، چون ما تقریبا قبل از اینکه فشن بوکس ایران باشه یه ذره سختمون بود که الان باید به کی مراجعه کنیم. من خودم بارها شده بود که مثلا برای یک کتابی توی انقلاب خیلی در واقع بالا پایین کرده بودم، مغازه‌ها رو رفته بودم اومده بودم. یه سری حالا در واقع فروش‌های باز آنلاین هم بود که محدود بود، بیشتر رو کتابایی که خودشون کار می‌کردن در واقع تمرکز داشتن. ولی تو که اومدی تقریبا از یه جایی به بعد دیگه خیلی راحت شد و اگرم چیزی رو نداشتیم ما پیام میدادیم، تو تامین می‌کردی و کم کم دیگه الان همه رو میشناسی، با بچه‌ها ارتباط گرفتی. چی شد اصلا اول همه وارد حوزه کتاب شدی و اینکه بعد چطور تشخیص دادی که الان فشن باید کار بشه و خودت فکر میکنی چی شد که الان انقدر محبوبی بین بچه‌ها؟ ببین واقعیتش همه چی از یه اتفاق شروع شد. سال 90 اون موقع که من دانشجو مقطع لیسانس بودم، واقعیتش هیچ اعتقادی اصلا به کتاب نداشتم. شاید تو کل زندگیم تو حدود 22 سالی که زندگی کرده بودم شاید 2 یا 3 بار نمایشگاه بین‌المللی کتاب رفته بودم و هیچ اعتقادی نداشتم. بیشترین کتابی هم که میخوندم کلا کتابای درسی خودم بودش. ولی از سال 90 طی اتفاقایی که افتاد واسه من باعث شد که توسط یکی از آشناهامون برم توی نمایشگاه کتاب و کتابو از نزدیک واقعا لمس بکنم، چون واقعا کتاب فقط صرف کاغذی بودن نیست، واقعا یه صنعته. از سال 90 که وارد حوزه کتاب شدم تقریبا تا سال 96 تو این هیته کار میکردم توی شرکتی که تقریبا سعی کردم تو اون 6 سال کلی کار یاد بگیرم و واقعا هم خیلی ممنونم ازشون که باعث شدن این هنر رو یه جورایی من یاد بگیرم صفر تا صدشون. بعد از سال 96 این دغدغه اومد تو ذهنم که چرا خودم این کار رو شروع نکنم. دقیقاً اگه بخوام خیلی دقیق بگم روز 3 بهمن 1396 دفاع ارشدمو که انجام دادم خیالم راحت شد، اومدم تو هیته کتاب، یعنی گفتم خودم دیگه از امروز میخوام این کار رو بکنم، که رفتم حتی استعفامم نوشتم تو اون شرکت، گفتم من دیگه فردا نمیخوام بیام. گفتن که میخوای چیکار کنی؟ اگر بحث حقوقتو میبریم بالا. گفتم نه، من تصمیممو گرفتم، یا 0 یا 100 دیگه. تصمیمم چون گرفتم میخوام خودم کارو انجام بدم، قطعا دیگه میخوام جداشم. اولین نمایشگاهی که من شرکت کردم تو حدود 2 ماه بود، یعنی از بهمن 96 که استارت کار رو زدم بعد واسه اردیبهشت ما تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب شرکت میکردم که خدا رو شکر خودم لطف کرد به من، تونستم تو 2-3 ماه حتی ارتباط بگیرم با ناشرای خارجی و خودم برسونم به نمایشگاه. تو همون تایم نمایشگاه که اولین نمایشگاه ما بود تونستم مشتری خودم رو جذب کنم. البته چیزی که باید الان بگم، در ابتدا من تو هیته هنر کل هیت‌های هنر بود، بخشیشم فشن بود، یعنی هیچ بک‌گراندی نسبت به رشته طراحی لباس نداشتم. واقعیتش بودش کتاب، مثلا شاید کل کتاب‌های من در ابتدا با اون بودجه کمی که داشتم شروع کرده بودم شاید حدود 200 عنوان بود که شاید 10 عنوانش هیته فشن بود. از نمایشگاه 97 دقیقاً متوجه این موضوع شدم که مشتریای کتاب‌های فشن و طراحی لباس خیلی زیاده، چرا من نیام تو این هیته یه کار اساسی بکنم. همونجا تصمیم گرفتم که سال 98
که آخرین سالی هم بود که تقریبا من خودم به صورت رسمی تکی شرکت کرده بودم. تو یک سالی که گذشت اومدم فیلدمو کامل عوض کردم، یعنی آرتو نگه داشتم، اومدم خودمو تو هیت فشن قوی تر کردم. اومدم یه پیج راه انداختم، یعنی سال 96 من پیج فشن بوک رو راه انداختم ولی زیاد روش فعالیت نکردم. واقعیتش سال 97 که اولین نمایشگاه ما بود کم کم شروع کردم فعالیت کردم توش، که پیجمو تو همون نمایشگاه معرفی میکردم. بعد اومدم یه وبسایت زدم کارامو انجام دادم. از سال 98 دیگه تخصصی هیت فشن کار کردم. در ابتدا با کتاب‌های اورجینال شروع کردم، بعدش اومدم ناشرای فارسی رو زیر و رو کردم. یه جورایی دیدم که کدوماشون بهتره، کدوماشون یه ذره لولشون پایین‌تره. سعی کردم با ناشرا ارتباط بگیرم و واسه خودم اعتبار جذب کنم. واقعیتش تو بازار کتاب، حالا من چیزی که خودم دارم لمس میکنم، اعتبار مهمتر از اون پول است. اگر تو بتونی پیش یه نفر اعتبار کسب بکنی دیگه همه کارا رو کرده، تقریبا 90% راهو رفتی. بعد کاری که تو این اثنا کردم، با ناشرا ارتباط گرفتم، لیست ازشون تهیه کردم، سعی کردم که راجع به کتابی که میخوام تهیه بکنم پرسجو بکنم از اساتید که یکیش خودت قربونت برم. بعد تو همین اثنا سعی کردم لیستمو کامل کنم که الان چیزی که شما داری میبینید دیگه، اگر حمله بر خودستایی نباشه، یه جورایی فکر میکنم کامل ترین مجموعه تو حوزه طراحی لباس هستیم. تو حوزه‌های دیگر واقعیتش کاری ندارم، گرچه کتاب داریم تو اون حوزه هم، ولی تو حوزه طراحی لباس فکر میکنم جزء چند تای اول باشیم. داره دقیقاً همینطوری. یه کار هوشمندانه‌ای که تو کردی تو این سالها این بود که رفتی سراغ در واقع اساتید و آدم‌هایی که داشتن تو این حوزه اثر می‌ذاشتن، نه صرفاً، یعنی هوشمندانه بودنش به این خاطر بود که نرفتی صرفاً که بخوان تو رو معرفی بکنن یا مثلا از اینفلوئنسرهای حوزه بخوای استفاده کنی. شروع کردی دغدغه‌هاشون رو فهمیدن. یعنی خود من بارها شده بود که اگه مثلا تو این حوزه کتابی اومده الان به بچه‌ها بتونم معرفی بکنم، یا اگر در واقع می اومد و ما سراغت نمی اومدیم خودت می اومدی و در واقع اطلاع میدادی که یه همچین کتابی اومده، حالا فارغ از این که در واقع پیج رو دنبال می‌کردی. پاسخگویی سریعی که داشتی و تعاملی که برقرار می‌کردی قشنگ کامل حس می‌شد که اون پشت داریم ما با خود امیر صائمیان. نکته جالبش اینه که من تا دو سال خورده اول اصلا نمیدونستم اون پشت چیز در واقع پیج کی داره منو جواب میده و اصلا صائمیان نمیشناختم و امیر رو نمیشناختم. حالا خوشبختانه سعادت داشتم که بعدش بیشتر باهات آشنا بشم. از سال 96 7 که داری میگی، حالا من قیاس میکنم با اون تایمایی که اکی منابع یه ذره قوی‌تر شد. خب تو این سالها میدونیم که منابع خیلی بهتر شده وضعیتش، منابع در واقع حوزه فشن، و ما خیلی در واقع دستمون بازتر، راحت‌تره. هر کتابی که میاد میتونیم دلخوش به این باشیم که حالا اول اورجینالش میاد بعد در واقع ترجمه شدهش. اما پوشیده نیست که هنوزم کم داریم، هنوزم در واقع با تمام این رشدی که اتفاق افتاده هنوز هم ما تو منابع ضعیفیم و اینکه یک نقشه راه کامل و خوب تو یک مطالعه در واقع کتابای فشن نمیشه هنوز به راحتی در واقع ایجاد کرد. حالا بعدا من تصمیم دارم مفصلا اصلا در مورد اینکه چه کتابی رو بخونیم و نخونیم و یا اینکه چقدر روی اصلا این مبحث کتاب حساب باز بکنیم قطعا مفصل صحبت میکنم. اما یه چیزی که از ما بچهای فشن برامون خیلی سواله که اگر الان مثلا تو این 3-4 سال انقدر داره منابع خوب در واقع کار میشه و میاد، چرا این گسترده تر اتفاق نمیفته؟ چرا هنوز ما مشکل منبع داریم؟ آیا چیزی هست پشت پرده ماجرا، تویی که با انتشاراتیا کار میکنی، که یه ذره این روند کنده و مسیرش رو سریعتر طی نمی‌کنه که در واقع ما با حجم گسترده‌تری از منابع روبرو باشیم؟ چیزی هست که تو بدونی به ما بگی؟ ما امروز خیلی دوست داریم که مسائل رو از زاویه نگاه یک فروشنده کتاب، یا صادقانه بگم الان یکی از بهترین فروشندگان کتاب تو حوزه فشن که میدونم با خیلی از انتشاراتی تعامل داری و خیلی اصلا از کتاب‌ها که کار شده به واسطه شناخت تو بوده که اینو منتقل کردی، یعنی تو خیلی مستقیم رفتار مصرف کننده مخاطب رو درک کردی، من عباس شهرمیان درک کردی و رفتی انتقال دادی و انتشاراتی الان به دیتای تو خیلی نیاز دارن که ماها چه درخواستی داریم.
چرا کار نمیشه از این گسترده تا چرا مسیرش کنده؟ واقعیتش سوال خیلی خوبی پرسیدی. صنعت فشن خودت هم دیگه استادی تو این حوزه، یه صنعت غربی هستش که از اون ور اومده انتقال پیدا کرده به سمت ایران که حدود 20 سالی هم هست داره تو ایران روش تمرکز خیلی اساسی شده که تقریبا الان داریم اون بچه رو بزرگ کردیم، داریم میبینیم ثمرش. ما خیلی دوست داریم که فعالیتمون رو تو این حوزه خیلی بیشتر از این چیزی که هست بکنیم، ولی موردی که هستش که من بذار صادقانه بهت بگم، اتفاقایی که داره تو ایران میفته اتفاقای مثبتی نیستش تو این حوزه متاسفانه. البته مخصوصا تو حوزه کتاب، واردات کتاب خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که خیلی‌ها فکر میکنن. از زمان ثبت سفارش ناشر لیست میفرسته، من دونه دونه انتخاب میکنم بر اساس تجربه‌ای که دارم، انتخاب میکنم، پول واسه ناشر زده میشه، کتابا فاکتور میشه، بعد یه مدتی میرسه به گمرک ایران که بعدش بخواد ترخیص بشه. تو این اثنا متاسفانه اتفاقایی که تو این 1-2 سال اخیر افتاده باعث شده که ما یه ذره فعالیتمون رو تو این حوزه کمتر بکنیم. دلیلش اینه که وزارت محترم ارشاد خیلی سختگیرانه داره روی این حوزه عمل میکنه که تو 2 سال اخیر هم نمایشگاه بین‌المللی که تشریف برده باشین حتی خیلی از ناشرای ایرانی هم شرکت نکردن. یکی از دلایلش اینه واقعیتش. دلیل بعدیش اینه که نرخ ارز به قدری رفته بالا، همون باعث شده که ما فعالیتمون رو تو این حوزه کمتر بکنیم، چرا که متقاضی کتابای اورجینال کمتره و همین باعث شد که ما بیایم به ناشرای فارسی پیشنهاد بدیم که آقا چرا نمیان کتاب اورجینال رو ترجمه بکنیم، که اخیراً با 2-3 تا ناشر داریم همکاری میکنیم که حالا اسمشون نمیبرم که یه جوری تبلیغ بشه واسهشون. الان دارن کتاب خیلی خوبی چاپ میکنن واقعیتش. یکی از دلایلش همین بود و بزرگترین دلیلی که میتونم بهت بگم. دقیقاً همینطوریه. یعنی الان مسائلی که مطرح کردی و به درستی هم هست، خب ما هم به عنوان فعالین در واقع حوزه فشن با خطوط قرمز و حالا دردسرهایی که وجود داره واسه ورود کتاب و کار کردن روی منابع مطالعاتی تو این حوزه در واقع واقف هستیم و البته مسائلی مثل همسو نبودن ما تو موضوعاتی مثل قوانین کپی رایت با کشورهای دیگه، خب اونم خودش میتونه در واقع مسئله ساز باشه. سوالی که در راستای سوال قبلی میخوام ازت بپرسم، پیرامون پیدا کردن منابع معتبره. اینو میخوام بدونم مثلا خودتو موقعی که میخوای روی کتاب کار کنی، به هر حال میخوای روی سرمایه گذاری کنی و اونو به مشتریت معرفی بکنی، چطور این اعتبار سنجی رو انجام میدی که ما اینو بتونیم از تو بشنویم و در واقع ما هم یاد بگیریم؟ خب احتمالاً یه بخشیش مراجعه‌ایه که بچهای حوزه به تو میکنن و تو متوجه میشی که ظاهراً در واقع این کتاب میتونه مفید باشه و داره اونا از ساید تخصصشون میان به تو مراجعه میکنن و میتونی روی این کتاب کار بکنی. یه بخش رو احتمالاً اینجوری متوجه میشی. اما خودت هم فرایند دیگه ای داری یا انتشاراتی ها فرایندی دارن که منابع معتبر رو چجوری جستجو کنن، رصد کنن؟ یا چون همیشه اینجوری نیست که ماها به شما مراجعه بکنیم، گاهی پیش میاد که شماها چیزی رو معرفی میکنید و در واقع ماها میایم تهیه میکنیم و بعد میبینیم که کتاب مفیدی بوده. چطور این فرایند طی میشه؟ برای پیدا کردن منابع معتبر چه راهکاری وجود داره؟ شما چجوری این کار رو انجام میدید؟ ببین کاملا با سوالت موافقم. اون بخش اولش که پرسیدی، کلا بخش سفارشات 2 بخشه. یه بخش هستش که خود طرف میاد بگه که مثلا این کتابو من میخوام، اگه زحمتی نیست واسه من وارداتشو انجام بدین. یه پروسه‌ایه که تقریبا 2 تا 3 ماه طول میکشه از ابتدایی که سفارش انجام میشه توسط ناشر که ما باشیم بهشون درخواست میدیم تا زمانی که برسه به دست مشتری. یه بخشی هستش که بر اساس تجربه ما هستش که میایم مثلا میبینیم که نیاز بازار چی هستش. الان مثلا تو مبحث استایلینگ شاید 2 تا 3 تا کتاب بیشتر ترجمه نشده و جا داره که روی این حوزه کار بشه. و ناشرایی هم که مثلا تو بخش بین الملل هستن که از ناشرای خارجی ما باشون کار میکنیم، 2-3 تاشون هستن که ناشرایی هستن که کتاب‌های آموزشی چاپ میکنن. چند تایی هم هستن که ناشرایی هستن که واقعا تو این حوزه خبرن، کتاب‌های لوکس چاپ میکنن. کتاب‌های لوکس مثلا طرف میاد واسه عکاسیش مثل مجله‌های وگی که بعضیا میان میخرن، اونا رو میگیرن واسه عکاسی استفاده میکنن. ولی کتاب‌هایی که مثلا میگیرن حالت آموزشی داره یه جورایی که ناشر میگیره چاپ میکنه به زبان‌های مختلف،
انگلیسی چاپ میکنه، ارزم به حضورتون زبان ایتالیایی چاپ میکنه، آلمانی چاپ میکنه. چند تا ناشر هستن که ما باشون همکاری میکنیم. اونا ناشرایی که شاید 2 تا 3 تا هستن که ناشر آموزشی هستن و میدونیم که کتاب‌های خیلی خوبی چاپ میکنن. چرا که نویسنده‌هاشون نویسنده‌های خوبی هستن. رو همین حساب اون کتاب‌ها رو ما میاریم و به ناشرای ایرانی بعضن میگیم که اینا رو اگه مثلا ترجمه بشه بازار کار خیلی خوبی داره و فروش خوبی هم حتما داره. بر این اساس یه جورایی حالت تجربی بیشترش. از توی پاسخت یه سوالی اومد توی ذهنم. الان به اکثر کتاب فروشایی که تو حوزه آرت و فشن دارن کار میکنن بیشتر رفتن سراغ اون اصلا لاین بوک ها، اون کتاب های در واقع لاکچری تو این حوزه که در واقع بیشتر برمیگردن به تاریخ فشن، در واقع به تاریخ عکاسی، نمونه کارها، یا در واقع در مورد افسانه های حوزه مد و در واقع اینفلوئنسرها صحبت شده و بیشتر یک کتاب مرجع یا یک سری مراجع تصویری هن که تو میتونی در واقع اونها رو به عنوان یک اتفاق ارزشمند توی کتابخونه خودت داشته باشی. اما اونجایی که ما بیشتر ضعف داریم و در واقع نیاز صنعت بحث کتاب‌های آموزشیه، یعنی جایی که منابع مطالعاتی از آموزش‌ها پشتیبانی کنه. الان حقیقتش آموزش‌های ما، اساتید ما و حتی خود بچه‌ها از کتاب‌ها جلوترن در بیشتر مواقع. آیا این ناشرها یا این گروه‌هایی که تشخیص میدن کتابی رو وارد بکنن، هیئت علمی، اتاق فکری یا در واقع متخصصین رو دارن که تو اتاق فکر اینها باشن، به اینها مشورت بدن یک کتاب قبل از اومدن اصلا محتواش سنجیده بشه، 4 تا از اساتید مثلا این حوزه روش کار کرده باشن یا روش فکر کرده باشن و یه بررسی در واقع علمی بشه که اصلا این کتاب کتابی که معروف شده، چون ما کم نداریم کتاب‌هایی که خیلی معروفن ولی عملاً خوندنش کمکی نمیتونه به دانشجوی این حوزه بکنه. آیا تو همچین سازوکاری رو دیدی که هیئت علمی روی این کتاب نظر بده که آیا ما اینو وارد بکنیم؟ همچین دغدغه‌ای وجود داره یا نه بیشتر داره روی هیجانات صنعت فشن در واقع؟ این واقعیتش اگه بخوام کل سوال بلند تو یه جمله کوتاه بگم، واقعیتش نه، اصلا وجود نداره متاسفانه. کتابا 2 دستن، گفتم بهت. الان همین کتاب‌هایی که تو ایران داره ترجمه میشه یا بعضن تألیف میشه 99% تألیف نیست، ترجمه است. طرف میاد چون استاد خبره‌ای هست تو این حوزه، حالا حوزه فشن نه، کل حوزه علمی بخوام بهت بگم، یه جمله اضافه میکنه به کتاب، میگه من تألیف کردم این کتابو، و چون استاد بنامی هستش میگه بچه‌ها برین کتاب منو بخرید. این دلیل نمیشه که اون کتاب بار علمی خیلی قوی داره واقعیتش. ولی ما سعی کردیم تو این حوزه، تقریبا تو این حوزه که دستمون یکم بازتر هستش، کتاب‌هایی رو بیاریم که نیاز بازاره واقعیتش. ممنونم ازت. من میخوام گفتگومون خیلی شفاف باشه. معمولا تو گفتگوهای اینجوری مثلا وقتی میخوایم اسم از آدم‌ها ببریم اینجوریه که بحث تبلیغ و اینها نباشه. نه، من نمیخوام فضامون اینجوری باشه. الان چه ناشرهایی دارن توی ایران رو مستقیما روی حوزه مد و پوشاک و منابع مطالعاتیش کار میکنن؟ ببین تو این حوزه چیزی که بخوام واقعیتش رو بگم و خیلی راحت بهت بگم، شاید 2-3 تا ناشر بیشتر نباشن که تخصصی دارن تو این حوزه کار میکنن، که یکیش انتشارات آبانه، یکیش انتشارات جمال هنره، انتشارات سایان 1-2 عنوان داره، انتشارات مشکیه، بعد ارزم به حضورتون نشر قطره است که تو حوزه الگوسازی داره کار میکنه. همین چند تا ناشر هستن واقعیتش. تألیف هم انجام میدن یا مثلا مشکی یه کار خوبی که انجام داد، نشر مشکی تألیف رو در واقع شروع کرد، یعنی ترجمه صرف نبود. بقیه انتشاراتی ها دارن بیشتر ترجمه انجام میدن یا ما در واقع تألیف هم داریم؟ جمال هنر هم فکر میکنم یک سری در واقع تألیف ها انجام داده بود. خیلی من دارم سوالو میپرسم که واقعا بچه‌ها با ناشرها و در واقع کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن، حالا زحمت هم دارن میکشن، در واقع آشنا بشن یا بدونن که به کجا باید واقعا رجوع بکنن. بیشتر کتابا واقعیتش ترجمه است. تألیف شاید تو این حوزه من بخوام بگم زیر 10 عنوان کتاب هستش که تألیف واقعیه، ولی بیشتر کتاب ترجمه است همونطوری که گفتم. ولی سعی کردن با اساتیدی کار بکنن که مترجمای خوبی هستن تو این حوزه واقعیتش. مخصوصا انتشاراتی که من فکر میکنم و نظر شخص من
انتشارات خیلی خوبی که داره تو این حوزه کار میکنه انتشارات آوانه واقعیتش. چرا؟ دلیلش اینه که یه تعاملی بین ما و آوان صورت گرفت که باعث شد که مثلا کتابی که ما وارد میکنیم از تجربه ما استفاده کنه، که مثلا بگیم این کتابو چاپ بکنی قطعاً اوکی، هم از نظر فروش، همین که بتونی بازار کار رو بگیری. که این تعامل پیدا شد و تا الان خدا رو شکر موفقم بودن. چقدر عالی. میخوام سوال ازت بپرسم و احتمالاً سوال من باعث دعوا بین تو و انتشاراتی ها بشه. تا حالا به این فکر کردی که خودت یه انتشارات باشی؟ این سوال نمیپرسم که مثلا تو تا حالا به این فکر کردی خب بازار انتشارات خوبه بری مثلا اون سمت، نه، مثلا حس کنی که یه سری یه استانداردهایی باید رعایت بشه که انگار تو درکش کردی و در واقع شاید هم هیچ وقت انجام ندی ها، ولی بگی که اگر من انتشارات بودم، یعنی بذار سوالم اینجوری مطرح کنم، اگر تو انتشارات بودی چه کاری رو انجام میدادی که کمک بکنه به صنعت ما؟ ایده‌هاتو یه ذره بگو. این فکر افتاده تو سرم که ناشر بشم، ولی هیچ وقت سمتش نرفتم واقعیتش. من سعی کردم تو کاری که دارم انجام میدم یه جورایی کاریو بکنم که درست تره. دقیقاً همین راهی که من دارم میرم انتشارات فشنری داره تو خارج میره. انتشارات فشنری زیر مجموعه انتشارات تیم هاتسونه که اومده بخش فشنش رو جدا کرد، که دقیقاً منم از این انتشارات اقتباس گرفتم و دارم کارم انجام میدم واقعیتش. ولی پس قضیه اینکه بخوام به این فکر بکنم که ناشر بشم، ناشر شدن تو ایران خیلی سخته، یعنی یه جورایی مافیا بازی هستش و خیلی سختیات تو کارش هستش که من همیشه بر حسب اون رشته‌ای که خوندم سعی کردم دنبال آسان‌ترین راه باشم واقعیتش. واسه همین هیچ وقت دیگه بهش فکر نمی‌کنم. بسیار عالی. حالا تو که ایده‌هاتو لو ندادی، حالا بعداً مشخص میشه، ولی اگر این مسیر خیلی درستیه، چون مثلا ما توی حوزه ریتیل میگیم که همیشه تأمین کننده و تولید کننده باید جدای از ریتیلر باشه و تمرکز اون ریتیلره که تو هم الان در واقع یه بخشی از صنعت ریتیل یا فروشگاه داری هستی، وظیفش تمرکز روی اون تقاضا و رفتار مصرف کننده و ترجیحاتیه که اساساً اینه که تو رو قوی میکنه، اینه که مثلا انتشاراتی ها رو به تو وابسته میکنه، چون تو لینکی زدی و کانال هایی زدی و در واقع اتصالاتی رو به مخاطبت وصل کردی که الان به نظر من تو دیتای ارزشمندی داری. و من اگر یه انتشاراتی بودم یه روزی، بیشتر استفاده رو سعی می‌کردم از دیتای تو انجام بدم و حتی کمک می‌کردم که تو چطوری برای من در واقع دیتا از ترجیحات مصرف کنندم در واقع به دست بیاری که بتونه اتفاق بهتری بیفته. شاید الان کسایی که این گفتگو رو میشنون اینو یه در واقع اتفاقات مارکتینگی یا فروش در واقع در نظر بگیرن، ولی این یه پروسه‌ایه که باعث رضایت بیشتر در واقع مخاطب ما هم میشه و خیلی به تبریک میگم که تو داری روی این تمرکز میکنی و شاید دلیل موفقیتت هم تا اینجا و محبوب بودنت هم بین بچه‌ها اینه که خیلی خوب گوش میدی، سعی میکنی اینو منتقل کنی و من به خاطر رفاقتی که با هم داریم در جریان هستم که تو چقدر تأثیر گذاشتی روی کتاب‌های بعدی که توسط انتشارات‌ها در واقع اومده و ورود کرده به بازار. یه سوال ازت دارم، حالا یه ذره از این در واقع سوال‌های جدی و زیرساختی فاصله بگیریم. تا حالا شده، چون این مثلا تو حوزه‌های دیگه موقعی که ما لباس می‌خریم ممکنه پیش بیاد، تا حالا شده مثلا یه کتابی رو بفروشی، ارائه بدی یا معرفی کنی، مشتری شاکی برگرده بگه که مثلا این چه کتابی بوده من معرفی کردم، مثلا خوندم، اصلا مخاطب‌ها کتاب بد یا خوب رو متوجه میشن، میان شاکی بشن بگن مثلا اصلا کتاب خوبی نبود، بهت پاسپورت میدن؟ من خیلی آدم با حوصله، یعنی این فیدبکی بوده که خیلی از مشتری به من دادن، یعنی تک تک پیام میدن آقا ممنون از صبر و حوصله‌ای که گذاشتین. من سعی میکنم انقدر سوال بپرسم از مشتری که بدونم چی رو نیاز داره، دقیقاً همون کتابش معرفی بکنم. واقعیتش کسی نبوده که شاکی باشه که من این کتابش معرفی کردم بعد بهم پیام بده که من شاکیم. شکایت از چی بوده؟ بعضن شاید تو این 6 سالی که اتفاق افتاده 2 یا 3 بار کتاب ارسال شده، بسته بندی هم سعی میکنیم که درست انجام بشه، ولی متاسفانه اداره پست بعضن کتابو صدمه زده، ولی ما سعی کردیم حالا به نوعی دل اون مشتری رو به دست بیاریم، حالا یا تخفیف بدیم یا
رایگان واسش حساب بکنیم این کارو کردیم. جدای این که در واقع از سرویس دهی تو راضی باشن یا نه، در مورد خود محتوای کتاب تا حالا شده مثلا مخاطب بگه همینجا اینو دیگه معرفی نکن، کتاب خوبی نیست مثلا تو این حوزه، یا شاکی باشه از محتوای کتاب؟ با تو تا حالا اینو در واقع از لحاظ محتوایی ما سعی میکنیم کتاب‌هایی که چون قبل اینکه کتاب مثلا سفارش بدیم یک عنوان کتاب خودمون میگیریم میخونیم، اگر محتوای خوبی نداشته باشه واقعا نمیاریمش. اینو دارم به جد میگم. پس یه دور فیلتر میشه که در واقع این اتفاق نیفته. عجیب ترین کتابی که تا حالا ازت خواستن تو حوزه فشن، تو پوشاک، تو حالا حوزه‌های دیگه‌ای که کار می‌کنی؟ عجیب ترین سوال دیزر کلیه. حالا شده یه کتابی که مثلا ازت بخوان که عنوانش از نظر تو عجیب باشه، یا اصلا با همچین کتابی مواجه نشده باشی، موضوعش برات خیلی عجیب باشه؟ عجیب ترین کتاب تو حوزه فشن واقعا نبوده، ولی تو حوزه دیگه بوده از من. تو حوزه دیگه شده که احتمالاً نمیخوای بگی. کتابی بوده که تو حوزه عکاسی بوده و یه جوری اصلا نشدنی بوده آوردنش واسه من. پس در واقع کتابی بودی که امکان پذیر نبوده که بخوای در واقع طراحیش کنی. ما معمولاً وقتی وارد کتاب فروشی ها میشیم، خود من یعنی فکر میکنم الان مثلا هر کتاب فروشی با من در ارتباط بوده که سایه منو با تیر میزنه. پیش خودت هم که میام همین شکلی هم دور میزنم، یه صفحاتی از کتابو میخونم، بعد مثلا خلاصه ها رو میخونم، فهرست ها رو نگاه میکنم و این بعضا پیش میاد که ما مخاطبین کتاب این کارو ساعت ها انجام میدیم و بعدم دست خالی از فروشگاه میریم بیرون. نمیخوایم این کارو بکنیم، ما خودمون هم خیلی معذب میشیم ولی مجبوریم به عنوان مخاطب کتاب. این چه حسی به تو فروشنده کتاب میده؟ تو چه برخوردی با این قضیه میکنی؟ ببین از نظر من کتاب فروشی با سایر فروشگاه فرق داره. دیدی مثلا میری توی فروشگاه پوشاک تا وارد میشی طرف 6 نفر میافتن روت، اینو میخوای سوال ازت میپرسن. ولی من شخصیتم شایدم این هستش که کمکم کرده تو کارم، دست طرفو باز میذارم بیاد بگرده بچرخه، اگر سوالی داشت من جواب میدم بهش. و اون حس خوبی که طرف داره، دیدی مثلا بعضیا وارد یه فروشگاه میشن یه فیدبک یه انرژی بهت میفرستن. دقیقاً اگر انرژی خوب واسه من بفرسته قطع به یقین خب منم خیلی خوشحال میشم از اومدنش، حتی اگرم خریدی نداشته باشه. ولی اگر انرژی بد داشته باشه باز هم چیزی نمیگم، شاید تو دل خودم چیزی بگم ولی چیزی نمیگم تا اینکه مشتری حالا بره دیگه، حالا یا خرید میکنه یا نمیکنه. حالا اینکه شما در درون ممکنه یه ذره ناراحت بشین، عصبانی بشین، ولی انصافا نه از خودتو و نه از همکاران دیگه تو حوزه کتاب من تا الان برخورد بدی در این هیته در واقع دست کم ندیدم. مثلا نظر من بچه‌ای که کار کتاب انجام میدن یه روحیه متفاوتی دارن، بخوان یا نخوان به یه عمقی در واقع میرسن که خیلی برخوردشون در واقع به نسبت فروشنده‌های دیگه میتونه متفاوت باشه و تو خودت واقعا یکی از اونایی هستی که رفیق میشی با در واقع مخاطبینت. یه سوال میخوام ازت بپرسم، بازم سوال چالشی دیگه بخوام فقط سوال چالشی بپرسم. آره تا حالا شده که دست‌نویسی رو توی کتابی برای مخاطبینت بفرستی غیر از من؟ خب از سمت خودم باشه؟ آره از سمت خودت باشه، یا دوست داشته باشی که این کار رو انجام بدی واسه چند تا از اساتید. بله معمولا من دمدمای عید که میشه سال نو، حالا یه هدیه میفرستم واسه اساتید، کتاب باشه، تقویم باشه، هر چیزی که باشه مینویسم. ولی اگر واسه مشتری هست، بله الا ماشاءالله شده دیگه، طرف تولد خواهرش بوده گفته میخوام خرید بکنم واسهش کتابو یه لطفی بکن، مثلا داخلش بنویس، یه چیزی بنویس، یه متنی بذار. این اتفاق افتاده. بله چقدر جالب. یادم برای فکر میکنم نوروز پارسال بود که برای خود ما هم فرستادی و محبت داشتی. شده به واسطه کاری که انجام میدی، به واسطه مخاطبینی که داری و تعاملاتی که پیرامون کتاب داره برات اتفاق میفته، دوستی های ادامه داری شکل بگیره، همکاری هایی شکل بگیره و در واقع تو این تعاملات رو در واقع
داری این دوستی ها شکل میگیره به واسطه در واقع کتاب یا کاری که داری انجام میدی؟ این مهمه. دوستی از چه نوع؟ الان مثلا دوستی که بین من و شما هست دقیقاً از طریق خود کتاب شکل گرفت که قرار شد یه سری کار هم با هم انجام بدیم که انشالله در آینده انجام میدیم. ولی مثلا با بیشتر اساتید این ارتباط خوبه هستش همیشه. مثلا بوده بعضی از اساتید لطف داشتن واقعا به من، چون خیلی کمک کردن منو تو این حوزه. منم یه جوری مدیونم بهشون. سعی کردم هر کمکی که از دستم بر بیاد بهشون انجام بدم بدون هیچ منت و چشم داشتی واقعیتش. ولی دوستی که مثلا خیلی پایدار بوده باشه فکر میکنم زیر تعداد انگشتان دسته که یکیش قطعا خودتی. زنده باشی، محبت داری و این قطعا یک اتفاق متقابله. امیر اگه کتاب فروش نمی شدی یا متخصص در واقع فروش کتاب نبودی، یا اگر بخش دوم سوالم اگر حوزه فشن رو انتخاب نمی کردی، چه کار دیگه ای امیر صائمیان انجام میداد به نظر؟ تو حوزه کاری؟ آره، اگر تو حوزه کتاب نبودی فکر میکنی چه کار دیگه ای انجام میدادی؟ اول اینو بهم بگو تا برم قسمت. من یکی از شغلایی که خیلی دوست داشتم همیشه، واقعا خیلی دوست داشتم برم ولی خانواده اجازه ندادن واقعیتش، بحث تراشکاری بوده. خیلی دوست داشتم واقعا، یعنی رفتم حتی کلاساشو رفتم، رشته‌ای هم که انتخاب کردم مهندسی صنایع یه جورایی مرتبط بود که بتونم برم تو صنعت، ولی اتفاق نیفتاد واقعا. خیلی هم دنبالش بودم قبل اینکه وارد کتاب بشم، اتفاق نیفتاد دیگه. الان اینجا هم دیگه. بسیار عالی. بعد اگر حوزه فشن رو انتخاب نمی‌کردی برای در واقع موضوعی که بخوای روش تمرکز بکنی، چه چیزی در واقع انتخاب تو بود؟ یا بذار اینجوری ازت سوال بپرسم، الان برگردی عقب دوباره حوزه فشن رو انتخاب میکنی که متمرکز روش کار بکنی؟ من اگر واقعا دارم میگم اگر برگردم عقب قطعا کتاب فروش نمیشدم. چون خیلی سختی رو دیدم، خیلی اذیت‌ها شدم، همین الان دارم میشم، ولی پس قضیه طرفی که مشتریه نمیبینه این چیزا رو واقعیتش. اگر برمیگشتیم به 10 سال دیگه قطعا کتاب فروش نمیشدم. امیر جان، خیلی وقتا پیش میاد که بچه‌ها به تو مراجعه میکنن واسه اینکه کتابی رو انتخاب کنن، واسه مطالعه از تو میپرسن و راهنمایی میخوان. تو چطوری این پروسه رو طی میکنی؟ چه سوالهایی ازشون میپرسی تا بتونی راهنمایی خوبی به اونا داشته باشی؟ این سوال خیلی خوبی پرسیدی، واقعا بجا بود. من اولین سوالی که از مشتری میپرسم، کسی که بهم پیام داده میپرسم، اینه که اصلا کلا تو این حوزه مطالعه داشته یا نه. دو حالت داره، یا میگه بله یا میگه نه. اگه بگه نه، اولین کتابی که به ذهن من میرسه که واقعا خیلی مفیده، اگرم اشتباه نکنم اینجا هستش، کتاب فشن انتشارات مشکیه که این یه دیتیلی راجع به خود مقوله فشن به طرف در اختیارش قرار میده که میتونه بفهم اصلا فشن چی هستش، چی میخواد. در واقع یعنی بچه‌هایی که تازه میخوان ورود کنن به این حوزه و اینو بیان میکنن، تو کتاب در واقع فشن یا حالا کتاب‌هایی مثل این فلسفه فشن که حالت تئوریک و تکست دارن که طرف بخونه اصلا ببینه اصلا از فشن خوشش میاد، میتونه دوست داره ادامه بده این شاخه رو. بعد که این پروسه تموم شد، حالا میاد سراغ کتاب‌های تخصصی تر که خودت هم میدونی دیگه، کتاب‌های فشن خیلی دیتیل هستش. مثلا تو رنگ شناسی یه سری کتابا هستش، تو مثلا مقوله دیکشنری یه سری کتابا هستش که اونا رو با سوالای بیشتر میپرسم که بدونم طرف چی نیاز داره، همون کتابش معرفی میکنیم. اگر آشنا باشه با فشن و در واقع نخواد که تازه ورود بکنه، تو سالهای متفاوتی ازش میپرسی ببینی قبلا چه چیزی رو مطالعه کردی. حالا برای ورود به صنعت فشن که گفتی، من همینجا یه نکته هم بگم. خب خیلی کتاب‌ها خوب هستن مثلا خود فشن یا فلسفه فشن و یا مثلا کتاب مدل‌های تجاری مد، خیلی خوبه واسه اینکه ما فهم اولیه پیدا بکنیم. اما همینجا یه نکته اگه بخوام بگم، خب بهتر بچه‌ها سرچی هم داشته باشن، مقالات رو بخونن، صنعت رو پیگیری بکنن، از متخصصین بپرسن تا بتونن یه شناخت جامع‌تری پیدا بکنن و به صرف خوندن یک کتاب
تصمیم نگیرن که به صنعت در واقع ورود بکنن یا نکنن و در واقع میتونه این فرآیند بهتری باشه. ممنونم ازت، خیلی محبت کردی. من یه دوری توی فروشگاه بزنم. امیر صاحمیان کتاب میخونه؟ بله. چی میخونی بیشتر؟ تو چه حوزه‌ای؟ بیشتر تو حوزه رمان و اگر دروغ نگم تو رشته تحصیلی که خوندم بیشتر مدیریتیه. بیشتر مدیریتیه. یه سوالی که میخوام ازت بپرسم در مورد نحوه صحیح خرید کتاب، چون قطعا تو ما رو داری از بیرون نگاه میکنی، ما مخاطبین کتابی که به تو مراجعه میکنیم و درخواست هایی داریم، سوالاتی که پیرامون کتاب میپرسیم، در مورد روش صحیح انتخاب کتاب موقع خرید تو توصیه‌ای داری که به ما مخاطبین کتاب تو حوزه فشن انجام بدی؟ اشتباهاتی ما میکنیم که تو باهاش روبرویی و اینو درک بکنی از بیرون وقتی ما موقع خریدن به تو مراجعه میکنیم؟ چیزی داری که داشته باشی به ما بگی و راهنمایی به ما بکنی واسه خرید صحیح کتاب؟ ببین، از نظر من خرید کتاب دو مدل هستش. یه مدل هستش که من یه کتابی رو خوندم، محتواشو کاملا اشراف دارم بهش، میگم عباس مثلا این کتابو من خوندم، محتوای خیلی خوبی داره تو این حوزه، بهت پیشنهاد میکنم، تو میری کتاب فروش میگه آقا این کتابو داری و کتابو میخری. یه مدل دیگه خرید کتاب، بیشتر فکر کنم سوال تو هم تو این حوزه بود، بیشتر تمرکزش روی این سوال بود، این که با سوال پرسیدن زیاد از فروشنده کتاب میتونی به اون مقصد نهاییت برسی. واقعیتش خیلی این کارو نمیکنن. تو حوصله‌شو داری که من حوصله‌شو دارم. انصافاً داری. انصافاً چیزی که میگن واقعیتش، یعنی هر کی که پیام داده کلی تشکر کرده، گفته که دمتون گرم واقعا انقدر با حوصله. بعد یه موضوعی هم که هست، همه فکر میکنن من خانومم. به خدا چقدر جالب. خیلی جالبه. ناراحتی داری از ماها موقعی که از تو کتاب میخریم؟ چیزی که آزارت میده چه چیزی بیشتر از همه موقعی که به مراجعه میکنیم تا ازت یه کتاب بخریم تو رو اذیت میکنه که میگه اگر این نبود خیلی بهتر؟ اون چیزی که ممکنه تو رو از کارت خسته بکنه تو تعامل با ما موقعی که ازت کتاب میخریم. سوالت خیلی مبهم بود واسه من. چه چیزی موقعی که ماها به تو دایرکت میدیم یا تماس میگیم برای خرید کتاب، چه چیزی خیلی خستت میکنه؟ یک گونه ای از سواله که تو رو خسته میکنه؟ یه مدل رفتاره که تو رو آزرده میکنه یا خسته میکنه؟ چه چیزیه؟ اینکه ما مثلا به طور مثال ممکنه بعد از کلی سوال پرسیدن از تو نخریم و بریم. چه چیزیه که تو رو بیشتر توی این کار در تعامل با مخاطبت داره اذیت میکنه؟ ببین، تنها که بخوای اینجا بگی و بچه‌ها بدونن. متوجه شدم. تنها چیزی که من از سوال پرسیدن زیاد واقعا خسته نمیشم، جواب میدم، چون خودم آدمیم که خیلی سوال میپرسم. واقعیتش تنها چیزی که منو اذیت میکنه اون بی اطلاعی اون مشتریه. طرف مثلا اگر اشتباه نکنم هفته پیش این اتفاق واقعا واسه من افتاد. طرف پیام داد آقا این کتابو دارین؟ گفتم بله. قیمتش چنده؟ انقدر. چرا اون سایت داره انقدر میده؟ چرا این سایت کمتره؟ شما داری گرون فروشی میکنین. که بهشون قشنگ پیام دادم، یعنی عکس خود کتاب رو واسش فرستادم، قیمت خود ناشر رو واسش فرستادم که این سایت خود ناشر قیمتش اینه، اینم همینه. دو حالت داره، یا اون کتاب چاپ قدیمه که اگرم چاپ قدیم باشه بعضا الان یاد گرفتن همه به قیمت جدید میفروشن، ولی ما این کارو نکردیم واقعا. یه حالتیش هستش که طرف تخفیف گذاشته که خودشون هم عکس واسه من فرستادن، گفتن آقا من عذر میخوام ظاهرا تخفیف گذاشته. گفتم پس یه جوری برخورد نکنیم با طرف که مثلا داره گرون فروشی میکنه. ما قیمت کتاب قیمتی هستش که پشت جلد، فقط اون درصد تخفیفی که ناشر به ما میده به عنوان همکاری اون میشه سود کار ما، که واقعا هم خیلی ناچیزه. امیدوارم که بچه‌ها با این صحبت تو در واقع از این قضیه مطلع بشن. هرچند که مثلا خود من اساسا موقعی که میخوام کتاب رو بخرم خیلی دیگه وقتی محتواش رو نیاز دارم به قیمتش فکر نمی‌کنم. اما یه سوال در راستای پاسخ در نظر امیر صاحمیان کتاب گرونه یا ارزونه الان توی ایران؟ کتاب گرونه یا ارزونه؟ آره، نظر تو چجوریه؟ میتونه قیمت پایین تری داشته باشه یا نه نظر تو واقعا کتاب داره در قیمت پایینی تو ایران عرضه میشه؟ ببین، قیمت کتاب بستگی داره به قیمت کاغذ. قیمت کاغذ، نرخ ارز بره بالا قیمت کاغذ میره بالا، به همون نسبت چون کتاب داره تیراژ چاپ میشه قیمت کتاب هم میره بالا.
ولی یه کار مفیدی که ما کردیم واقعیتش فکر میکنم اولین بودیم تو ایران، کتاب‌های اورجینال رو بعضن فکر میکنم ارزون ترین کتاب اورجینال 10-15 پوند هستش که بخوام به نرخ روز بگیم 700-800 هزار تومان میشه. ما اون کتابا رو از ناشر فایلاشو خریداری کردیم، داخل ایران چاپ میکنیم با بهترین کیفیت. دروغ نگم شاید 90% کیفیت اورجینال رو داره. ولی با قیمت حداقل بخوام بهتون بگم 1/3 قیمت اون کتاب. یعنی مثلا یک کتاب از 1 میلیون، ما کتابو 300,000 تومان با 90% کیفیت، شاید هم بعضن 95% اون کیفیت چاپ میکنیم، میدیم به مشتری استفادهمون. چون کتاب‌های فشن گفتم 2 مدلن، یه سری کتاب هستن که لاکچری ان، طرف میخواد بگیره واسه دیزاین خونه‌اش یا استفاده بکنه یا عکاسی بکنه ازش. یه حالتیش هست کتاب‌های آموزشی که ما این کتاب‌های آموزشی رو اومدیم این کارو کردیم که قیمت تمام شده بیاد پایین. یه چیزی رو دوبار توی کلامت گفتی که میخرن بذارن دکور خونه. دقیقاً. مراجعه میکنن به تو که بگن چند تا کتاب خوشگل میخوایم ازت بخریم، یعنی به صرف خوشگل بودن از تو کتاب میخرن؟ خیلی‌ها هستن. مثلا من مشتری دارم میگه که تم خونم کرم رنگه، کتاب کرم رنگ به من معرفی کن. میگن خب دوست داری تو چه حوزه‌ای باشه؟ میگه هر حوزه‌ای باشه فقط تم کرم باشه. قطعشو میگه، من کتاب بهشون معرفی میکنم و بیشترشون میخرم. چقدر جذاب. یعنی شاید کمتر کسی فکر بکنه که کتاب میتونه در واقع جنبه تزیینی هم به این سبک داشته باشه. چون حالا مثلا یه سری لوکیشن‌های عکاسی هستن، خب یه سری در واقع دمو ایجاد کردن از کتاب ها، اون بسش فرق داره. ولی اینکه در واقع کتاب رو بخریم به صرف اینکه کرم به دکور خونم بیاد، این هم در نوع خودش جذابه. امیر، امیدوار باشیم به آینده منابع مطالعاتی تو حوزه فشن یا امیدوار نباشیم؟ تو چطور می‌بینی؟ علاوه بر منابع مطالعاتی من میگم کلاً به آینده ایران امیدوار باشیم. ببین چیزی که من دارم میبینم، نقشه راهی که من دارم میبینم، صنعت فشن ایران شاید 5 سال پیش لولش 1 بود، الان شاید نزدیک به 100 باشه. به نظر من اتفاق خوبی میتونه بیفته تو ایران و میفته قطعا. انشالله. چیزی داری که دوست داشته باشی بگی؟ سوالی هست که دوست داشتی پاسخ بدی و من نپرسیدم و تو دغدغت بوده که در موردش حرف بزنی؟ این دغدغه تو ایران واقعا خیلی زیاده، چه از کار کتاب بگیم چه تو صنفای دیگه. ولی امیدوارم یه روزی برسه که هممون خوشحال باشیم، یعنی همه رو من خوشحال ببینم. اون خوشحالیه به من انرژی میده. خیلی هم عالی. ممنونم ازت. مرسی که وقتت رو در واقع به ما اختصاص دادی. قطعا سوال زیاده، صحبت زیاده که میشه توی این حوزه انجام داد. ما خیلی سعی کردیم که در واقع مسائل رو از زاویه نگاه تو ببینیم. قطعا شاید پوشش کاملی اتفاق نیفته، چون گاهی ما باید بریم سراغ حتی خوانندگان کتاب و با مخاطبینش صحبت بکنیم، گاهن باید بشینیم با انتشاراتی ها صحبت بکنیم و مسائل رو از زاویه نگاه اونها ببینیم. امروز خیلی دوست داشتیم از زاویه نگاه یک کسی که در واقع فروشنده کتاب روش کار کرده، سختی‌های خیلی زیادی دست کم من میدونم با چه چیزهایی دست و پنجه نرم کردی تا فشن باکس ایران زنده بمونه و در واقع بتونه فعالیت بکنه. سیر رشد تو فکر می‌کنم هیچ کدوم از بچه‌ها پوشیده نیست. کمکی که به ماها کردی و ما الان دلگرمیم واقعا وقتی یک کتابی رو لازم داریم، چون بارها شده که چیزی موجود نبوده اما بهت مراجعه کردم و تونستی در واقع پیدا کنی، یا دست کم به من یک ددلاینی، یه زمانبندی دادی، گفتی احتمالاً این در واقع اتفاق میفته. تو فقط تو حوزه کتاب هم به ما کمک نکردی، تو حوزه ابزارالات آموزشی هم در واقع این فعالیت رو انجام دادی و سعی کردی که در واقع یک معماری محصول کامل رو تامین بکنی. من ازت ممنونم. امیدوارم صحبتی که کردیم به درد بچه‌ها بخوره و اینکه قول بده که باز هم بتونیم مزاحمت بشیم، از تجربیات جدیدت استفاده کنیم، بتونیم باهات گفتگو بکنیم و این فضا رو در اختیار بچه‌ها هم بذاریم که در واقع شاید بعد از این گفتگو سوال‌هایی رو مطرح بکنن و من با سوال‌های جدید بیام سراغت و بتونیم در موردش حرف بزنیم. من به شخص ازت ممنونم و از طرف آکادمی هم در واقع ازت تشکر میکنم، چون تو یه شریک تجاری خیلی خوب و ارزشمند برای من و آکادمی هستی و ما قدردانت هستیم. ازت ممنونم. قربونت برم. منم ازت تشکر میکنم، تشریف آوردی، سوالای خوبی پرسیدی. سوالا خیلی بیشتر از ایناست که میشه جواب داد بهشون، ولی فکر میکنم تو جلسه اول مورد خوبی بود که انجام شد.
خیلی ممنونم. خستم نباشی. قربون.